هفکاریا دنافبرا رژیما اسد و پارتیا کیتیا دموکراتیک پیاده و ریوبریاوه ده جهمو آلیان و بردوام دکه و هر کارک تکرن هر آلیک جوان تنه دبیجه وان او کار انجام دایه. بریا چند روزان الکتریک جبنده و تشرینه گهشت پارزگاه حسکی و هر یک رژیما اسد و ریوبریا خسریا پیاده رادکینه گوان الکتریک آنیه و بحثا هفکاریا آلیین دن ناکه. کارمندین الکتریک عامود دبیجن وان همو تورن الکتریک لدوره دوباره آوا کرنه داکو الکتریک بباشی وگره دوره. قامت لجنه من هيئة الطاقة بزيارة کومیتک جی دسته وزی سردان بنده و تشرینی کرنه و هن کار دوباره آوا کرنه و کار تیدا کرنه و امنها حول دادن الکتریک رج بنده و بینن دوار باکور رجحالات سوریه. مناطق شمال شرقي سوريا. جالی خواهجی کمپانیا الکتریکی یا پارزگاه حسکی رژیما اسد راگهاند گوان خطک بهز آنکو توتر عالی دناف برا پندا و تشرینه و باجاروک مبروک دا دینایه گوش 22 برجان پکته. ریوبر کمپانیا نافبوری محمد زیاب جا آژانس فرمیا رژیم ساناره دیار کر کراکشان الکتریکی جبندا و تشرینه جبو پارزگاه حسکی و دما قطبون الکتریکی کم ببه و گوت راکشان و خطا نافبوری و جدرن الکتریکی لحسکی زیده بکه گویا یکی کارگاه سویدیه و یا دنجی بنداوات شرینه. هزن بسر پارتیا کیتیا دموکراتیک پیاده با آلیکاریا هزن رژیما اسد بنداوات شرینه د داویا سالا بوری د دست داعش درخست بو و بویا کجی کارمندین رژیم و گرابون بنداوه. پشتی کو د سال 2011 در رژیما اسد هزن خوین اشکره جگلک باجارو کن رجاوای کردستان وکشان و را دستی پیاده کر گلک کارن هفبش به هفره دکن گو پارزگار حسکه ده هفدیتنا خویا داویه لگل تلویزیون سوریه او یک اشکره کربو لتوی کو همو آلین کرد لرجاوای کردستان و یکی تکز دکن پیاده و یکی ببر دوامی رد دکه.